مواردی راجع به کلاج و دیسک و صفحه میخوام بهت بگم که شاید تا الان نمیدونستی. با من همراه باش. سلام. اصولا وقتی توان تولیدی موتور به چرخ نرسه عملا هیچ اتفاقی نیفتاده و این انتقال توسط سیستم کلاج اتفاق میفته. سیستم کلاج حرکت شفت رو به شفت دیگه انتقال میده و رابطه بین موتور و گیربکس خودروه. گاهی اوقات این ارتباط باید قطع بشه. مثل چه زمانی؟ مثل زمانی که ما کلاج رو میگیریم، میخوایم دنده رو تعویض کنیم و کلاج رو رها میکنیم. وقتی کلاج رو رها میکنیم این ارتباط مجدد وصل میشه. مهمترین قطعه سیستم کلاج دیسک و صفحه اون سیستم هستش. دیسک و صفحه شامل 5 نوع میشه: روغنی، خشک، تک صفحه‌ای، دو صفحه‌ای و اتوماتیک. اجزای دیسک و صفحه رو خدمتتون عرض میکنم. به این صفحه کلاج میگن، به این دیسک کلاج میگن و این هم بولبیرینگ کلاج. دیسک کلاج شامل صفحه پشت فلزی و شاخک‌های دیسک میشه. صفحه کلاج شامل لنتی که روش هستش و فنرهای مهار کننده میشه. علائم خرابی دیسک و صفحه مواردی که بهتون میگم: موقعی که پاتون رو از روی کلاج برمیدارین ماشین یه لرزش شدیدی پیدا میکنه، به خصوص وقتی ماشین داغ باشه و دیسک و صفحه داغ باشه، یا وقتی که ماشین در حالت ایستاده هستش، پاتون رو که روی کلاج گذاشتین کلاج شروع میکنه به لرزیدن. دو تا نکته هم خدمتتون میخوام عرض بکنم. یک، این که پاتون رو، من مواردی رو دیدم که حالا برخی راننده ها رو دیدم که پاشون رو توی کلاج که نگه میدارن، یعنی پشت چراغ قرمز یا توی ترافیک که وایسادن، پاشون رو روی کلاج نگه میدارن و کلاج پایینه. این باعث درگیری میشه و دیسک و صفحه رو خیلی زود مستهلک میکنه. مورد دوم اینه که وقتی میخوان حرکت بکنن با ماشین تیک آف میکنن. این تیک آف کردنه خب باعث میشه که عمر دیسک و صفحه بیاد پایین و خب خیلی آسیب جدی ببینه. ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین. مرسی ازتون.